سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگه تازه وارد چنل من شدی، من محمدم و توی این ویدیو میخوام بهت بگم که چه اشتباهایی میکردم و اون اشتباهات رو دیگه تکرار نکن. اول از همه میخوام بهتون بگم که من توی ویدیوی قبلی اومدم نگاه کردم، دیدم که حس خوبی نداشتم. نگاه کردم دیدم که خب ویدیوهای من انرژی که لازمه رو نداشت، اون حس رو منتقل نمیکرد. حداقل خودم خوشم نمیومدش. پس اومدم چیکار کردم؟ سعی کردم یه ذره راحت‌تر باشم، گوشی رو دستم بگیرم به جای اینکه رو سپایه باشه، انرژیمو یه ذره بتونم منتقل بکنم. حالا میخوام در مورد این با صحبت بکنم که چند سال پیش من چه اشتباهاتی میکردم توی اینستاگرام که نتونستم دیگه تولید محتوا بکنم. یه کاری که من میکردم، خب من چند سال باشگاه میرم، ورزش میکنم، تمرین میکنم، هفته 3 بار حداقل دارم تمرین میکنم و ساعت مثلا 8 شب میرم برای باشگاه. کاری که من میکردم چی بود؟ من از صبح مثلا درگیر کار دیگه هم بودم، بعد میخواستم شب ویدیو بذارم، میخواستم پست بذارم، میومدم اون ویدیوها رو همون روز ضبط میکردم، همون روز تون ادیت میکردم، بعد کاور براش درست میکردم، کپشن مینوشتم، میخواستم پست کنم، بعدش باشگاهم دیر شده بود، کلی از این کارا میکردم، اصلا انرژی میرفت. این باعث شد که به مرور زمان من این کار فرسایشی باعث بشه که من دیگه ولش بکنم، بیخیالشم، بگم آقا من نمیتونم، هر روز نمیرسم این کار انجام بدم. تا اینکه چند وقت پیش فهمیدم که باید یه کار دیگه انجام بدم. باید به جای اینکه بیام ویدیو رو همون روز بگیرم، همون روز بذارم، ویدیوهای مختلف رو هر روز بگیرم. مثلا من تو یه روز 4-5 ویدیو برای یوتیوب هم میگیرم، بعد میام اونا رو سعی میکنم ادیت کنم، در طول هفته منتشر کنم. اینجوری خیلی راحت تره، هم دارم به چنل یوتیوبم میرسم، هم دارم به اینستاگرام میرسم. خب من یه پیج اینستاگرام شروع کردم، مثلا قراره توی این ویدیوها در مورد روند رشدش بهتون بگم. اگه تازه وارد چنل من شده باشی، میخوام بهتون توضیح بدم که من توی 32 سالگی کارمو ول کردم، تقریبا همه رو صفر کردم و دارم سعی میکنم از اول با اون چیزایی که دوست دارم کسب و کار خودم رو راه بندازم، به جای اینکه برای دیگران کار کنم برای خودم کار کنم. توی این مسیر سری چالش‌ها دارم، یه سری کارا رو باید انجام بدم، یه سری کارا رو باید دیگه انجامش ندم، یه سری عادت باید برای خودم بسازم که همه اینا، مجموعه اینا رو میخوام بهت بگم، روندش رو توی یوتیوب بذارم براتون تو چنلش، که هم خودم انگیزه بگیرم، هم بتونم کمک بکنم اگه کسی مثل من میخواد این کار رو انجام بده بره سمتش، نترسه. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که ما باید قلق خودمون رو بلد باشیم، یاد بگیریم که چطوری راحت تریم، چطور میتونیم محتوا درست کنیم، چطور میتونیم به خودمون انگیزه بدیم. خیلی وقتا ما انگیزه نداریم، انرژی نداریم، ذهنمون درگیره. نمیشه اینجوری کار نکرد و بگیم خب من امروز دیگه انگیزه ندارم. باید یه جوری عادت برای خودمون بسازیم، حتی روزایی که انگیزه نداریم هم استارت کارمون رو بزنیم. اینجوری نباشه که من بگم خب من الان امروز حال ندارم کار بکنم، امروز نمیتونم کارامو انجام بدم، بیام بذارم برای روز بعد. این کارها عقب میفته، اهمال کاری میشه. خیلی از کارهایی که لازمه توی تایم مشخصی انجام بشه رو دیگه انجامش نمیدیم و اینجوری باعث میشه که از خودمون عقب بیفتیم. یه کار دیگه هم که بهت پیشنهاد میکنم انجام بدی اینه که به جای اینکه بگم مثلا امروز صبح بلند بشم این کارو انجام بدم یا ندم، حالا ببینم حال دارم یا نه، شب قبلش برای خودت بنویس که فردا باید حتما این کارو انجام بدم. اینجوری به ذهنت نظمی میدی که مجبور میشه اون کارا رو اونجوری که تو میخوای انجام بده. نوشتن خیلی مهمه بچه‌ها. من خودم در مورد این نوشتن خیلی خوندم، خیلی آموزش دیدم. میخوام بهتون بگم که چجوری این کارو انجام میدم. توی ویدیوهای بعدی در مورد صحبت میکنم چجوری به ذهنم نظم میدم برای اینکه بتونم ویدیوهامو ضبط بکنم و منتشر بکنم و روال خوبی داشته باشه. مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردی. امیدوارم که تو هم کسب کار خودت شروع بکنی، استارتشو امسال بزنی با هر شرایطی که داری.